Rahim Production.
Rahim Production. این همه رحیم نماز کنید تا بیا سر بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله. گوش کن دوستان، این روز خطیت عروسچه شناس شدیم. اینه خدا خواهد زنگ میزنم پیشش میرم. شوش با درسیت دا انا دوستان خواهی میدونی که ما یان olانına بیگر نمیخریم. لیدوف رفتی سرعت پرات چابگی دوفی دیگه ما را میبری خواهی دوستان اوینای همدیگرم میبرم. خواهی بینده شد تموم. السلام علیکم و رحمت الله. ما تو گفتگی که وعده مردکی هست. السلام علیکم و رحمت الله. وعده چه خیلی گفته یک جوی میریم. لیدوف من هم بینم سرعت همه یومه بیام میریم. ها انا هم خیلی کرو چی دوستان
سلام علیکم. ساز چخیره این نازه اینجا خوبه. خوب شد. این کاری که شما کردین میدونه که این کاری ها بوم ملا سرش کرد بیار همین نماز تخوندی را اینجا کاری خطا کرد. دوستان ما برای فایده شما میگم، برای ضرر شما هیچ وقت گپ نمیزنم. بیا تمام. چون که یک لحظه، چون که این کاری که شما میکنید نسبت خواهر اپا یک شخص دیگر، یک روز نه یک روز در عائله شما، در نزدیکترین نفران شما همه کار رخ میدید. همه گپ ما در یاد شما میزند، از کاری کردتون پشیمان میشید. باره اینجا راست میگی که اقا تا بره اینجا که گشتم مونده من نماید درس من گشتم. بیا خواند شدی نماز خیره. راست این گپ ما با شما تاثیر نمیکنه. بیا بیا اینجا اقا تا بیاره. خب ما پای عبید میشم، خدا شما را هدایت کنه. گرد نیست. کراچی هم خیلی دوستان. کراچی هم خیلی دوستان چی کاری میشه نمیشه و من تمام برام هیچ کنه که نفهم. بچه چون میکنه اما باور نداری؟ نه یو خیلی با برادری برابری. اینا هوا الو. سوزی جان خوبه؟ چی؟ میتونم. بعد ای سرخشنامه چی میشه؟ توی میروم؟ جانی من چی کاری داشتم باشون میپرتم اینا نیم ساعت پس میرم پیشید. اینا نیم ساعت پس میرم. اینا دوستان کراچی من رفتم. خیلی گپ گپ خاموش نکنی. صورتش هم بیار من. ای دردولم خواه که خیزه دوستم خیلی رفتم. رفتی؟ چی گفت خیلی؟ این شرایط میخونه دارم میبینی تشکیلی گروم شتیم زده کار برا دیده نشتیا بعدم آخیان؟ ای دفعه هستی؟ یعنی بعد چی نبگری؟ چی شده که هیچی یکم صورت گرفتی؟ سلفی کردم بچه اینا بین کراچی که جدا بود. اینا چی خیلی دیونا آمده گرم بیشک زروندنگی بود دارم. سلام بچه. بیا رحیم بگی دوستان بیا تا بی پاتک جمع که بیا بچه. چو کردی؟ چی شد؟ لعنت با تو بر این دوست و لعنت با من بر این آدم. چی شد؟ بابا تیرخی میخواستم با دیگر کس زنم، اون تیر گشت و با خودم زد. چی شد؟ برادر همان روز ما با گپی تو گوش نکرده. چون که یک لحظه، چون که این کاری که شما میکنید نسبت خواهر اپا یک شخص دیگر، یک روز نه یک روز در عائله شما، در نزدیکترین نفران شما همه کار رخ میدید. همه گپ ما در یاد شما میزند، از کاری کردتون پشیمان میشید. شما هر روز درباره عاشقی گپ میزدین، عروس گپ میزدین. من نفهمیدم گپ شما را. شما گپ مرا گوش نکردید. شما چی را در نظر دارین؟ هوا دختره که گفت خواهری من است. چی؟